به تازگی ویدیوهای کوتاهی از سریال خواهران و برادران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن می‌بینیم دروگ توسط اسلحه کشته می‌شود و آسیه شروع به عزاداری بالای سر جنازه او می‌کند. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده و طبق ادعای این ویدیو دروگ کشته شده است. اما بهتر است که بدانید این ویدیو دروغ و ساختگی است. در واقع این ویدیوی کوتاه ترکیبی از سکانس‌های از سریال خواهران و برادران و سکانس‌های از سریال وصلت است. اونوریاران در سریال وصلت چند سال قبل بازی کرده بود و ایفاگر نقش پسری جوان به نام اینس بود. سکانس‌های اسلحه و مرگ مربوط به بازی اونور در این سریال است و با سکانس‌های گریه‌گذاری آسیه در سریال خواهران و برادران ترکیب شده و این ویدیوی جعلی و ساختگی درست شده است. کاراکتر دروگ در سریال خواهران و برادران جزو کاراکترهای اصلی سریال است و به هیچ وجه کشته نمی شود، چرا که با کشته شدن او داستان سریال به پایان می رسد و ادامه سریال هیچ معنایی ندارد. جالب است که بدانید سریال وصلت محصول سال 2018 و از شبکه TRT منتشر شده است و از بازیگران آن می توان به کادیر دوغلو، دوریم اوزکان، محمد ازگور و اونوریاران اشاره کرد. این سریال 46 قسمت دارد و در 2 فصل منتشر شده است. سریال خواهران و برادران نیز محصول سال 2021 و شبکه ATV است و تا به حال 73 قسمت و 3 فصل از آن منتشر شده است.